مدیریت رو چجوری حل میکنیم. کلا این با رویکرد پی ام اول میاد توضیح میده که پی ام ها چه فرقی میکنن، حل مسئله به روش پی ام یا به روش مثلا آنالیز و معادلات و اینجور چیزا با هم چه فرقی میکنه. معادلات رو معمولا اون خودمون مهارت آنالیتیک و تحلیل و اندازه‌گیری و اینجور چیزا که محاسبات رو انجام میدن برای مسائلی که مشخصه کاملا خیلی خوبه به نظرم، به اصطلاح راحت و سریع میتونن انجامش بدن. اما مسائلی که مربوط به محصول و کسب و کار عموما مسائل پیچیده‌ایه که اینا معمولا افرادی رو میخواد که بتونن مسئولیت کار رو بر عهده بگیرن، اون جایی که مبهمه، مشکل مبهمی وجود داره، بعد بتونن اون مشکل رو شناسایی بکنن و با ساختاری که میشناسن اون رو از مبهم بودن در بیارن. حالا یادمه که مهیار توی گروه یه بار سوال پرسیده بود که مسئله‌ای رو چجوری با ماشین لرنینگ بتونه حل بکنه، که شهریار خیلی خوب جواب داده بود که گفته بود که این نیازی نیستش که تو به حل مسئله فکر بکنی، نیازی که این مسئله رو شفاف بکنی. این واقعا حرف کاربردیه این قضیه. بعد میاد میگه که توش تعریف میکنه، میگه که یک پی ام خوب چه کارهایی رو باید بکنه، معمولا وظیفش چیه، که یه سری کارها رو لیست کرده. حالا گفته که بتونه تشخیص بده که تیم تو چه گلوگاه‌هایی گیر کرده. معمولا مثلا کاری که دارین انجام میدین یا به اصطلاح پیش میبرین اینجوریه که تیم‌ها گیر میکنن ولی صداشو در نمیارن، یا که دارن تلاشی که میکنن رو یه جوری دارن اجرا میکنن که این تلاش رو انتقال ندن، مثلا بین خودشون میندازن گردن، حالا فرانت ها بک اند ها مثلا، یا مشکلات اینجوری رو دارن. ولی یک نفر از بیرون که نقش پی ام داره وقتی وارد میشه مسئله رو بررسی میکنه، شاید بتونه یه تیم رو یا یک محصول رو از یک منجلابی یا یک جایی که گیر کرده نجات بده. بعد مسئله بعدی اینه که میگه یکی از وظایف اصلیشون اینه که بیان این رو اون حاشیه‌هاش و اون اطلاعات اضافهش و اون چیزایی که معمولا وقتی ما به مشکل میخوریم از هر طریقی فکر میکنیم اون ممکنه از اینجا باشه، ممکنه از نقطه A باشه، ممکنه از نقطه B باشه، بیاد اینا مشخص بکنه که دقیقاً چه حالتی داره. مصطفی میگم میخوای به گربه غذایی بده گناه آره مثلا میشونم فکر کنم من اینو یک در باز کنم براش، این فکر کنم این کاری داره اینجا. ببخشید. مسئله بعدی که این نقش اصلی توی پی ام اینه که سوالای خوب و درست رو بپرسه برای اینکه بتونه یه مسئله رو تشخیص بده، از ابهام خارج بکنه. بعد بدونه که چه سوالی رو از چه کسی باید بپرسه. میاد اینجور چیزا رو میگه. بعد میگه که یه سری چارچوبا برای تصمیم گیری بتونه شفاف بکنه که راحت‌تر بشه تصمیم گرفت. و بعد از اون هم باز اومده گفته جمع‌آوری اطلاعات رو انجام بدیم که خب معمولا فیلم‌ها یک کرم کاری دارن که برن اطلاعات جمع کنن. حالا اون اطلاعات معمولا بر اساس تجربه‌ای که دارن داده‌هایی رو جمع بکنن، بتونن اون داده‌ها رو شفاف بکنن و آماده بکنن برای تصمیم گیری بهتر. و یه نکته آخری هم توش اشاره کرده من خیلی خوشم اومد از این درایوینگ گود دیسیژن که میگه که به نظرم اون تصمیمی که گرفته میشه از وقتی که گرفته میشه تا وقتی که اجرا میشه نیاز داره که یک کیرم بشه، یه حمایتی بشه که واقعا درست اون تصمیم پیاده سازی بشه. به نظر من خیلی نقش مهمی داره تو کار. بعد میاد این مثالی رو میزنه، میگه که توی یه شرکتی میخوان یک ترنسلیت، یه فیچر به اسم برای ترجمه اضافه بکنن، حالا موندن که فرانسه باشه یا آلمانی باشه، این رو اضافه کنن به کار. میگن وقتی که همچین کاری میخوایم اضافه بکنیم معمولا یه سری سوالات اینجوری به وجود میاد که خب ما حالا این رو برای انتخابش چه چیز رو ملاک بذاریم؟ تعداد افرادی که با این زبان رو صحبت میکنن توی دنیا، یا اینکه تعداد افرادی که توی سایت ما یا توی سیستم ما یا از پروداکت ما دارن استفاده میکنن و این زبان‌ها رو دارن، یعنی آلمانی دارن بیشتر یا فرانسه بیشتر زبان اصلیشونه.
یا این که میاد میگه که ببینیم تو کدوم منطقه که با این زبان ها صحبت میکنن در حال محصول ما و استفاده از محصول ما در حال رشد. بعد اینو میرسه دادای جمع میکنن و اینها برای این مثال ارائه میدن به پی ام لیدشون. پی ام لید اینجا یه نکته رو اشاره میکنه که توی حالت عادی نمیتونستن ببینن و ندیده بودن. اون پی ام لید از تجربهش و از اون دانش کلی که داره میاد استفاده میکنه و میگه که ما توی این قضیه باید از ترنسلیشن میستیکس هم استفاده بکنیم، یعنی اون بدین حد تحمل کاربرمون توی ترنسلیت های غلط. مثل حالا ما فارسی رو میدونیم که همه گوگل ترنسلیت واقعا غلط بعضی جاها رو ترجمه میکنه، اما خب چون یک قابلیت خیلی خوبی به ما داره میده میتونیم این رو ازش صرف نظر بکنیم و استفاده بکنیم و خیلی هم خوشحال بشیم که از گوگل ترنسلیت داریم استفاده میکنیم. اما مثلا میگم یک توی فرهنگ آلمانی توقعشون یه جوریه که اگر این ترجمه اشتباه باشه میگن عجب نرم افزار به درد نخوریه و میذارنش کنار. بعد میاد میگه که بخش بعدیش میاد میگه که کلا ما امبیوز پرابلم هایی که داریم رو باید چجوری شناسایی بکنیم. این مشکلات مبهمی که توی کار به وجود میاد از چی تقریبا از چجوری شناسایی میشن و چجوری به وجود میاد. وقتی که ما قرار میشه که فکر کنیم که برای لانچ بعدیمون چه فیچری رو اضافه بکنیم یا این فیچر چه خصوصیتی داشته باشه یا اینکه ما چه متریکی، مثلا همین صحبتی که الان درباره متریک می‌کردیم و ویژگی‌هاش که می‌بینید چه متریکایی باید باشه چی نباشه، کدوم متریک به ما کمک میکنه توی افزایش اون درآمدیمون، یا مثلا برای یه مشکلی که می‌خوایم از کاربرمون حل کنیم کدوم دسته از کاربرامون رو بیایم مشکلش مهمتره و اون رو براشون حل بکنیم. یعنی اینا توی چیزای کار واقعی دائما کل کسب کار با اینجور سوالات در ارتباطه که حالا ما یک چیزی میخوایم اضافه بکنیم، باید به یک فیچر رو میخوایم اضافه بکنیم، مثلا علی رضا اشتباه نکنم گفتش که مثلا ما خواستیم کلاس زبان، چرا زبان رو باید اضافه بکنه، چرا انتخاب کردن زبان، مثلا چرا تو خود برنامه‌نویسیشون نبوده. بعد عرضم به حضورتون که چه فیچری انتخاب بکنیم که کمک کنه به کاربرامون برای انگیج شدن بیشترشون، یا چه جور مسائل این چنینی داشته باشیم رو. اینا مسائل مبهمی هستند، یعنی مسائلی هستند که به راحتی جوابش با 2 تا 4 تا به دست نمیاد. یه جایی رو باید تست بزنیم، یه جایی رو باید تجربه استفاده کنیم، یه جایی رو باید بریم شناسایی بکنیم. حالا باز مرحله بعدی میگه که اینها چجوریه. میگه که این مسائل مبهم کلا از نظر نوعی دو نوعن، یا ما باید بدونیم به یک سری سوالا جواب بدیم توش و این پروبلمی که داریم رو بتونیم، یعنی میدونیم پروبلم چیه و میخوایم حلش بکنیم، که اینا اکسپلورتی پروبلم هست، یعنی ما باید کشفشون بکنیم این مسائل رو. یا اینکه میخوایم این مسائلی هستن که ما میخوایم بین 2 تا چیز یا چند تا چیز انتخاب بکنیم، حالا کدومی که از اینا رو انتخاب بکنیم، کدومی که بیشتر تاثیر میذاره، یه دیسیژن میکینگ. حالا تو قسمت اول که اکسپلوراتوری پرابلم رو میخوام بگم، 2 تا نمونهش رو میخوام بگم. یکی این که مثلا یه سوالش اینجوریه که how can we improve revenue، یعنی ما میخوایم که اینا رو یه حالتی ایجاد بکنیم برای کارمون که درآمدمون افزایش بده. خب حالا این چجوری باید این کار انجام بدیم؟ آیا ما باید بیایم کاربرای الانمون رو ازشون یه کاری بکنیم درآمدشون بیشتر بشه، یا کاربر جدیدی اضافه کنیم به سیستم که بتونیم درآمد بیشتر کنیم؟ بعد یا اینکه ما بیایم یه فیچری رو اضافه بکنیم، اندازه بازارمون افزایش بدیم، یا یه تغییر کلی بهینه کنیم، یه تغییر کوچیکی بهینه کنیم کارمون رو، یا یه تغییر بزرگ انجام بدیم تو سیستم.
بعد جریان درآمدی رو بیایم بسازیم براش که این جریان درآمدی ممکنه تبلیغات باشه، ممکنه یا حالت اسپانسرشیپی باشه. این رو چطوری باید انجام بدیم؟ یا اینکه برای کاربرامون یه حالتهایی بذاریم که دسته‌بندی بشن، مثلا نقره‌ای باشن، طلایی باشن، VIP باشن، از این طریق بیایم درآمد ایجاد بکنیم. بخشید یک سوال بعدی که این هم جوابش کلا یه حالت از اون مشکلات مبهمه و باید تحلیل بشه تا حل بشه، اینه که ما چه متریکایی وقتی یه اتفاقی متریکی جابجا میشه این دلیلش چی میتونه باشه که بعد بیایم بررسی بکنیم. ممکنه دلایل داخلی باشه، مثلا یک فیچری ما داشتیم که اضافه کردیم کار نمیکنه، یا اینکه نه از بیرون یک مشکلی داشتیم، یه سرویسمون از بیرون بوده که قطع شده. حالا این جیوگرافیکالی که گفته منظورش اینه که خب بررسی منطقه است. مثلا یه منطقه ممکنه توی حالا چه کشور زلزله شده باشه، چه خارج از کشور ممکنه اینترنتشون قطع شده باشه. مثل دورانی که خودمون ماشاءالله توی سیستان بلوچستان یا موارد دیگه همیشه تجربه کردیم، بر اساس منطقه یه سری افراد دستشون به سرویس ما کم بشه، بعد این باعث میشه که متریکامون افت بکنن. این مسئله تحلیلیه دیگه. منظورش اینه که اینا یه حالت ساده ای نیست که سریع بشه جواب براش بده، که بعد تحلیل بشه. بعد ممکنه توی خط تولیدمون یا میکروسیستمامون یکی از اون سیستمامون مشکل پیش اومده باشه براش، یا حالتی داشته باشیم که یه سری فیلترامون مشکل خورده باشه، یا اینکه ما از منابع مثلا API مختلفی استفاده میکنیم توی کارمون، ممکنه اون سرویساشون دان شده باشه، یا اینکه برای یک سری از کاستمرمون اتفاق افتاده باشه. مثلا کاستمرهای مثلا مثل سازمانیمون اتفاق براشون افتاده باشه که اونا دستشون به سیستم اصلی قطع شده باشه و باعث شده باشه که متریکمون کاهش پیدا بکنه. اینجور مسائلی که از اون دست مسائلی هستن که باید دنبالش گشت، تحلیلش کرد تا بتونیم جوابی براش پیدا بکنیم. و چیزی که کتاب پیشنهاد میده و درست هم تقریبا هست، میگه بهترین چیزی که روشی که میشه اینا رو حل کرد و اینه که ما بیام آبشار طوفان فکریمون رو ایجاد بکنیم. طوفان فکری باشه از همه افراد که معمولا میتونن تو تیم ها تاثیرگذار باشن و مشکلاتمون رو قسمت قسمت کرده باشیم و بتونیم با طوفان فکری که تو این قسمت ها ایجاد میکنیم یه سری کلیر کرده باشیم اون پروبلم رو، که باز برای تصمیم گیری راحت تر بشه، که باز تصمیم گیریش رو سهر میده. این از من.